باعث افتخار است که در جمهوری اولین شده از سر بیزوال استاد حکیم فردوسی در وادی رشت با مردمی که خیلی تشنه خواندن اثرهای معاصر گذشتگان هستند تقسیم کرده شد. براستی من هیچ گمان نداشتم که تقسیم نمودن شاهنامه باعث اینقدر خرسندی مردم میگردد. بگاهی مشغول کار بودم، مستفیدان دهه زنگ زدن و خواهش کردند که به چایخانه دهه بیایم. سبب پرسیدم، گفتند که ما شاهنامه را گرفتیم اما امکان خواندن نداریم. چی می شود که هر بگاه ما سر دسترخوان جمع شویم، شما برای ما چند صفحه از شاهنامه حکیم فردوسی مطالعه کنید و ما حلاوت بریم و گذشته رو به یاد بیاریم. من با تعجب پرسیدم کدام گذشته رو؟ گفتند که یاد نداره که در این چایخانه ها مردم بعدی نماز شام می نشستند و کتاب های گوناگون را قرائت می کردند و از روزنامه و مجله ها نیز ما به واسطه آموزگاران و دیگر روزنامه خوانان آگاهی می یافتیم. می خواهیم محض به همین واسطه با آموزش شاهنامه دوباره شروع کنیم و این باعثی اون میگردد که زحمت کشیده پیشوای معظم ملت به برابرش نرود. ببینید برای موسفیدا از موسفیدا گفتید و جوانان به نسل نو شاهنامه چی میدهند؟ برای غرور ملیشان، برای هویتشان. البته با اطمینان کامل گفتم میتوانم که اگر شاهنامه ترجمانه یا که به طرز درسی علاهیده با جوانان آموخته شود اهمیت نهایت زیاد دارد، زیرا شاهنامه میتواند مردم را همچون جوانانی وطن دوست، خودشناس و با ننگ و ناموس به وایه رساند. زیرا شاهنامه کتاب است که مرد می آفرد. اگر چندی زنها نیز شاهنامه را بخوانند من با اطمینان گفته میتوانم که ایشان نیز به مردان وطن دوست تبدیل می‌شوند. از لحاظ معنوی معنویات بلندی که شاهنامه دارد میتواند در تربیه وطن دوستی و خودشناسی مردم ما سهم سزاوار گذارد. آغاز اون چاره‌بینی هایی که پیشوای معظم ملت برای بلند برداشتن معنویات مردم تاجیکستان سهمگذاری کردند در منطقه رشت عموما مردم از کتابخانه از آموزش خیلی دور مانده بودند. محض همین چاره‌بینی ها از جمله فروغ صبح دانایی سبب شد امروز مردم رو به کتاب آوردن. دوران جوانی ما و بچگی ما در تمام دهه ها یک کتاب دست به دست میگشت. تمام مردم دهه مرد و زن اون کتاب میخوندن و تأثیرات خود رو از اون کتاب میگفتن. متاسفانه با سبب های معلوم و نامعلوم سالهای اخیر همین یک دوری از کتاب به وجود آمد و ما اطمینان کامل داریم که محض اندیشیدن چاره‌بینی ها دایر به جلب خوانند و جوانان به کتاب امکانیت میدهد که دوباره باز ما به اصل خود برگردیم و جوانان ما با آموزش سر کنند و از همین وادی از همین کوهستان دوردشت ببینید که سالهای پیش به مثل خلیفه حسن و مثل قناعت شاه و مثل شخصیت های معروف اون دوره شاعران بزرگ دارد و مثل مولوی جامی ثانی و مثل گلخانی و دیگر که در ادبیات سهم گذاشت دارند و ما امروز با افتخار گفتن میتوانیم که اونها زادگان همین وطن هستند و در دوران شوروی نیز شماره اونها کم نبود و استاد باقر رحیم‌زاده که از بهترین شاعران دوران خویش بودند. اما گفتیم که با سبب‌های معلوم و نامعلوم است اینجا و یک تأثیر منفی رسیده بود و با اطمینان کامل گفتم میتوانیم که من بعد در همون چاره‌هایی که پیشوای معظم کسی که به قدر خدمت‌های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نمیرسد من گفتم میتوانم که او نه تاجیک است و نه انسان.
تنها این همین خدمتی که برای معنویات مردم کرده ایستادن، بهترین معلم با اندیشه من آموزگاری رقم یک مردم تاجیکستان امروز خود پیشوای معظم ملت است.